نیکولای اسپاسکی مدیر بخش فعالیت‌های روساتوم اظهار داشت که این شرکت برای بررسی مسئله ساختمان نیروگاه خرد یا بزرگ هسته‌ای در تاجیکستان آماده است. سخن او را خبرگزاری روسی تاس نشر کرد. نیکولای اسپاسکی روز 3 اکتبر سال 2023 در حاشیه مراسم بخشیده به پاکاری قلمرو میدان‌های پرتوهای هسته‌ای تباشر در شهر استقلال ولایت سوخت به خبرنگاران گفت: البته پنهان نمی‌کنیم که این موضوع سالهای بعدی است، ولی در آینده با در نظر داشت آن ظرفیت بزرگ روابط انسانی که بین ما و همکاران تاجیکستانیمان به وجود آمده است، اگر جانب تاجیکستان برای بنیاد انرژتیک اتمی و ساختن نیروگاه اتمی خرد یا بزرگ در این کشور بر اساس طرح نیروگاه‌های روسی توجه نشان بدهد، ما از این خیلی خوشحال خواهیم شد. ما صلاحیت این را داریم، فناوری‌هایش را داریم و از همه اساسی سابقه روابط انسانی، شریکی و دوستی را داریم که به ما امکان می‌دهد پیرامون طرح‌های خیلی مرکب و خیلی بزرگ نیز بیاندیشیم. تاجیکستان در حال حاضر اکثریت کل نیروی برقش را در نیروگاه‌های آبی و یک قسم خردش را در مرکزهای گرمدهی تولید می کند. انرژتیک اتمی در کشور رشد نکرده است و تقریبا وجود هم ندارد. تنها در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان یک راکتور خرد اتمی وجود دارد که آزمایشی است و اساساً برای کارهای علمی و تعلیمی استفاده برده می شود. هیئت روساتوم با هدف اشتراک در مراسم انجام برنامه پاککاری پرتوهای اوران در تباشر به تاجیکستان آمده بود. جانب روسیه این برنامه پاککاری کارخانه معدن اوران و 4 پرتوگاه‌ها را پرره به انجام رسانیده است.